سلام عرض ادب دوستان عزیزم، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه و تنتون سلامت باشه. هر کجا که هستید دوستان عزیزم، ما توی جلسات قبل در مورد دو نوع کندل با هم دیگه صحبت کردیم، کندل اینساید و کندل اصلی. در مورد هر کدوم از این کندل ها مفصل صحبت کردیم. کندل اینساید چه کندلی، کندل اصلی چه کندلیه، تبصره‌اشو گفتیم، ریزکاریاشو با هم دیگه کار کردیم، هر چیزی که لازم بود فهمیدیم. تو این جلسه میخوام یک تقسیم بندی خیلی رایج و معروفی که در مورد کندل ها وجود داره رو با هم دیگه کار کنیم. ما خیلی باش کار نداریم چون یه سری چیزهایی هست که مفهومیه، یه سری چیزهایی که شما باید ذات و ماهیت اون رو متوجه بشید. خیلی نمیخوام فرمولوار رو خیلی ماشینی تو این مبحث کار کنیم، اما خب مفهوم هر کدوم از این کندل ها رو با هم دیگه میگیم، مثلا چه معنی دارن که بهتر متوجه بشیم. اولین کندلی که با هم دیگه بررسی میکنیم کندل چکش هست. خب کندل چکش یک همچین ساختاری داره، یک قیمتی داره، به قیمتی داره اینجا که بهش میگه قیمت اوپن. بعد یک شادوی بلندی داره که این شادوی بلند تقریبا میشه گفت 2 برابر طول بدنش هست و میاد بالاتر هم میبنده. پس اوپن اینجا، کلوز اینجا و اینجا هم قیمت لو هست، به این میگیم چکش سعودی. پس چی شد؟ اوپن اینجا، کلوز یکم بالاتر، طول شادو تقریبا میشه گفت 2 برابر طول بدنه یا بیشتر. حالا مثلا اگر این 1.5 برابر بودم مثلا خیلی گیر ندید دیگه، مفهوم شما. ببینید توی کندل چکش سعودی چه اتفاق میفته. فروشنده تلاششون رو میکنن که قیمت رو به سمت پایین هل بدن و خریداران هم از این سمت تلاششون میکنن که قیمت رو سمت بالا حرکت کنه. اینجا چه اتفاق افتاده؟ وقتی با قیمت اینجا باز شده، توی این کندل قیمت اینجا باز شده، اول اومده به سمت پایین حرکت کرده مثلا. خب ممکن اول به سمت بالا رفته باشه، بعد اومده پایین، بعد اینجا بالا دوباره بسته باشه. یعنی سناریوی مختلف میتونه این تشکیل شده باشه، کاری نداره. یکی از این سناریوها رو فقط میخوایم بررسی کنیم که شما متوجه مفهوم باشید. قیمت اینجا باز شده، بعد به سمت پایین حرکت کرده. اینجا فشار خریدارا دوباره زیاد شده و به سمت بالا حرکت کرده، طوری که حتی از قیمت اوپن هم بالاتر رفته و کلوزش بالاتر بود و یک چکش سعودی و یک کندل سعودی برای ما تشکیل داد. اوکی. حالا چکش نزولی به چه صورت هست؟ خب چکش نزولی به این صورت: قیمت اینجا باز میشه، پس اوپن اینجاست، بعد میاد پایین تر. خب کلوزش رو اینجا میده، این میشه کلوزش و این میشه لوش. حالا طول شادو 2 برابر طول بدن است، مثلا 2 برابر یا بیشتر، یا حالا مثلا 1.5 بود، حالا ایرادی نداره. هر چی که هست شادوش باید واضح باشه که بیشتر از بدنشه و یک مقدار زیاد هم بیشتر باشه دیگه، حداقلش اینه که 1.5 باشه. اوکی. اینجا چه اتفاق افتاده؟ اول فشار فروشنده ها بیشتر بود، پس اینجا که قیمت باز شده به سمت پایین حرکت کرد. بعد از اینکه به سمت پایین حرکت کرد، فشار خریدار وارد شد، خریدارا اومدن مجدد خرید کردن، قیمت به سمت بالا حرکت کرد و وقتی به سمت بالا حرکت کرد یک کم پایین تر از اوپنش بسته شد. پس همینجا میتونیم نتیجه بگیریم که بین چکش سعودی و چکش نزولی قدرت کدوم بیشتره؟ قدرت چکش سعودی بیشتره. اوکی. پس یک بار دیگه من میگم یک همچین ساختاری داریم. رنگ کندل فعلا اهمیتی نداره. اگه سعودی باشه کندل قدرتمندتره، اگه نزولی باشه ضعیفتره. اومده پایین یک شادوی بلندی داده و بعد اینجا هم بسته شده به طوری که طول شادو مثلا حداقل 1.5 برابر طول بدنه باشه، یا بهتر بگیم حداقل 2 برابر طول بدنه باشه. اگر 2 برابر بیشتر باشه خیلی بهتره، یعنی هر چقدر طول شادو بیشتر باشه بهتر. یعنی قدرت خریدارا اینجا بیشتر بوده که تونستن قیمت رو برگردونن دوباره به سمت بالا. اوکی. حالا بریم سراغ نوع دوم کندل ها. این پس این کندل چکش بود. یک کندلی هم داریم به عنوان اینورسد همر یا چکش معکوس. چکش معکوس دقیقاً برعکس چکش هم. یعنی مثلا در کندل سعودی یک همچین حالتی داره، قیمت اینجا اوپن داده، بعد به سمت بالا حرکت کرده،
و اینجا اومده کلوزد، یعنی کلوزش بالاتر از اوپنشه و اینجا هم های داره. خب اتفاقی افتاده اینجا چی بوده؟ اول فشار خریدارا زیاد بود، درسته؟ قیمت رو تا اینجا هول داده به عنوان مثال. بعد از اینکه قیمت به اینجا رسیده فشار فروشنده ها زیاد میشه و قیمت به سمت پایین حرکت میکنه تا میاد به این ناحیه میرسه و پایین تر از اوپنش میاد کلوز میده و این کندل رو برای ما تشکیل میده. اوکی، پس ابتدا فشار خریدار زیاد بوده، قیمت به سمت بالا حرکت کرده، بعد فشار فروشنده زیاد میشه و قیمت به سمت پایین حرکت میکنه. حالا کدوم مهمتره؟ اینجا طبیعتا فشار فروشنده بیشتر بوده. اوکی، که باعث شده قیمت به سمت پایین حرکت کنه. خب این میشه کندل چکش معکوس سعودی. چکش معکوس سعودی. حالا ما چکش معکوس نزولی هم داریم. چکش معکوس نزولی. اینجا قیمت اوپن بوده، قیمت ابتدا به سمت بالا حرکت کرده، یک های رو تشکیل داده و بعد به سمت پایین حرکت کرده و نهایت پایینتر از قیمت اوپنش اومده کلوز داده. اوکی، پس اینجا تا همین الان میتونیم نتیجه بگیریم که کندل چکش معکوس نزولی به مراتب از چکش معکوس سعودی قوی تره. چرا؟ چون انقدری فشار فروشنده ها بیشتر بوده که تونسته حتی پایینتر از قیمت اوپن هم کندل رو ببره. یعنی به چه صورت؟ یعنی اول فشار خریدار زیاد بوده، قیمت به سمت بالا حرکت کرده، بعد فشار فروش زیاد شده، قیمت به سمت پایین اومده و حتی از اوپن هم پایینتر اومده. وقتی از اوپن پایینتر میاد یعنی دیگه فشار فروشنده خیلی بیشتر بوده. این کندل میتونه یک نشونه باشه برای اینکه بعد از این کندل مثلا ما یک روند نزولی داشته باشیم. یا زمانی که ما کندل چکش سعودی رو با هم دیگه صحبت کردیم میتونه یک نشونه باشه که قبلش اگر روند نزولی بوده اینجا به روند سعودی بشه. اوکی، پس کندل چکش معکوس و چکش رو هم دیگه بررسی کردیم که هر کدوم از این کندل ها چه فلسفه پشتشون هست. حالا بریم سراغ سایر کندل ها. این دوتا کندل جزء در واقع اینجوری بگم که جزء مهمترین کندل های ما به شما میرن و خیلی باشون کار داریم. حتی در بحث SCM سینگل کندل میتیگیشن که در آینده در مورد صحبت خواهیم کرد میگیم بهتره که ترجیحاً این کندل ما کندل چکش باشه. اوکی، چکش معکوس باشه. اما دومین سبک از کندلی که میخوام با هم دیگه بررسی کنیم کندل های انگولفینگ هستند. ببینید توی چکش ما کار نداشتیم که کندل بعد و قبل از چکش چه حالتی داره. کندل قبلش نزولی بود، سعودی بود، مهم نبود برام. اما ببین روند مهم بود اما کندل مهم نبود. مثلا وقتی چکش می‌خواستیم بررسی کنیم گفتیم که چکش مثلا سعودی می‌خواستیم بررسی کنیم گفتیم که ترجیحاً روند قبلش نزولی باشه که بعد سعودی بشه. یا وقتی که اینورتد همل بررسی کردیم کندل قبلش، خب گفتیم که به روند کار داریم اما به کندل قبل و بعد کاری نداشتیم. اما اینجا میگیم که توی کندل های انگولفینگ یا فارسیش میشه کندل پوشا، خب که این دو نوع کندلی هم که اینجا مشخص کرده ما کار داریم به کندل قبلی حداقل. ببینید توی کندل انگولفینگ میگیم اگر مثلا ما یک روند سعودی داریم، اوکی، این کندل آخر ما به عنوان کندل سعودی، من رنگش رو یه رنگ دیگه بذارم که بهتر باشه. این کندل به عنوان کندل سعودی ما، خب کندل بعد بیاد یک همچین کندلی بزن، اینجا باز بشه، بره بالا یک شادو بزنه، بیاد پایین، به این صورت بسته بشه. یعنی چه اتفاق بیفته؟ یعنی کلوز این کندل از لو کندل قبلیش پایین تر باشه و های این کندل حداقل برابر یا بالاتر از های کندل قبلیش باشه. این میشه پوشای نزولی یا انگولفینگ نزولی. اوکی، پس اگر ما کندلی داشته باشیم که های اون کندل از کندل قبلیش بالاتر باشه یا حداقل برابر باشه و
و کلوزش پایین تر از لو کندل قبلیش باشه، به اون کندل میگیم کندل پوشای نزولی. البته جای رخ دادنش هم مهم، یعنی باید در انتهای روند رخ بده. وسط روند اگر همچین اتفاق افتاد ممکنه مثلا کندل بعدیش بیاد یک همچین کندلی بزنه، خب یه پوشای سودی بعد از پوش نزولی بزنه و بعد مجدد به سمت بالا حرکت کنه. اوکی، پس جای اتفاق افتادن این کندل ها مهمه برای. اما خب یک حالت دیگه هم داره، زمانی که در کندل های پوشای نزولی، زمانی که ما مثلا روند اون اینجا روند نزولی هست، برمیخوریم به یک کندل نزولی، کندل سعودی بعدی کلوزش بالاتر از های کندل قبلیه و لوش حداقل برابر با لو کندل قبلی یا پایینتر از لو کندل قبلی. اوکی، این میشه پوشای سعودی و بعد احتمال میدیم که روند به سمت بالا برگرد. پس کندل های پوشا و کندل های چکش و چکش معکوس کندل های پرقدرتی هستند که میتونن نشون دهنده برگشت روند باشن. ببینید اینا در واقع چی هستن؟ من یکم اینا رو دقیق تر واسهتون بررسی کنم. ببینید اینا یک جورایی همون کندل چکشن. چجوری؟ چکشه، حالا چکش معکوس. مثلا تو این دوتا کندل خب قیمت اوپن اولین کندل کجا بوده؟ اینجا بوده، درسته؟ قیمت کلوزش هم اینجا بوده دیگه، درسته؟ این قیمت اوپن بوده، قیمت کلوز هم اینجا بوده، قیمت کلوز کندل دوم. حالا اگر من اینو اینجوری بخوام رسم کنم، یک همچین چیزی داره. این شبیه چکش معکوس نیست؟ یا مثلا اینجا قیمت اوپن کجا بوده؟ اینجا بوده، درسته؟ این قیمت اوپن ما. قیمت کلوز کجا بوده؟ اینجا بوده. از اینجا تا اینجا رو به عنوان شادوی پایین رسم می‌کنیم. خب از اینجا تا اینجا به عنوان شادوی بالا. یه شادوی بالا ممکنه داشته باشه، الزامی نیست. این شبیه کندل چکش نیست؟ حالا کندل چکش کجا اتفاق میافتاد؟ در انتهای روند نزولی که بعدش روند صعودی میشد. کندل چکش معکوس کجا اتفاق میافتاد؟ در انتهای روند صعودی که بعدش روند نزولی میشد. اوکی؟ و اینجا جالبیش اینه که کندل پوشای نزولی اون اینورتد همر یا چکش معکوسی هست که درجه اعتبار بیشتری برای ما داشت. کدوم؟ یعنی اونی که نزولی بود، یعنی که اوپنش بالا بود، کلوزش پایین تر بود. و مجدد پوشای سعودی الگویی میشه که اگر تبدیلش کنیم به یک کندل، این دوتا کندل رو تبدیل کنیم به یک کندل، میشه کندلی که چکش قدرتمندتری برای ما بود، یعنی کندل چکش سعودی. جالب شد نه؟ این فلسفه پوشای نزولی و پوشای سعودی هست. خب پس یه بار دیگه اینو بگم، دیگه چند بار تکرار کردم. دوتا کندل الگوی پوشامون رو تبدیل میکنیم به یک کندل. دوتا کندل رو تبدیل میکنیم به یک کندل، یعنی فکر میکنیم که یک کندل اینجا اوپنش اینجا بوده، کلوزش اینجا بوده. اوکی؟ یا مثلا اینجا توی پوشای سعودی اوپنش اینجا بوده، کلوزش اینجا بوده. دوتا کندل رو تبدیل میکنیم به یک کندل. هر چی پایینتر از اوپن بوده رو میذاریم به عنوان شادوی پایین، هر چی بالاتر از کلوز بوده رو میذاریم به عنوان شادوی بالا. و اینا هم میگم بچه‌ها، مثلا ما وقتی میگیم کندل چکش، خب انتظار نداریم که این شادوی بالا نداشته باشه. شادوی بالا مثلا اگر اینقدر داشته باشه یا مثلا اینقدر داشته باشه، نهایت دیگه نهایتش مثلا یک سوم شادوی پایینش باشه، خب اون اشکالی نداره، اونو ما میپذیریم، اشکالی نداره. مثلا اینجا این شادوی ریز برای ما ایرادی نداره. اما مثلا اگر یک همچین چیزی داشته که شادوی بالا پایینش تقریبا با هم برابر بود، دیگه بهم میگیم اسپینینگ تاپ. خب این دیگه برای ما چیز نیست، کندل چکش نیست. و این کندل هم کندل فوق العاده مهمیه که بعداً توی مبحث خودش مفصل باهاتون صحبت کردم در بحث پیشرفته. البته بسیار کندل های جالبی هستن که میتونن نواحی بسیار خوبی رو به ما بده. اینا از کندل پوشا و فلسفه‌اش، هیچ جای دیگه اینا رو نمیبینید و امیدوارم که استفاده کنید از این مطالبی که میگیم.
پاک کنم اینا رو که صفحه کم خلوت‌تر بشه. این انواع کندل ها زیادن، یعنی کتاب وجود داره 200 صفحه فقط در مورد انواع کندل ها توضیح داده، ولی خب به نظر من واقعا نیاز نیست. یعنی شما سری کندل های خاصی بدونید کافیه. من میتونم تا صبح بشینم در مورد هارامی باتون صحبت کنم، در مورد الگوی سه سرباز و سه کلاغ و سایر الگوهایی که وجود داره بیام صحبت کنم، ولی خب هیچ فایده واسه شما نداره، چون این الگوها خیلی هاشون منسوخ شده است و خیلی هاشون میشه با همین دو تا الگویی که تا الان بهتون گفتم اونا رو توجیه و تفسیر کرد و خیلی چیزای خاصی نیستن. ببینید چند تا الگوی دیگه هم داریم که اینا حالا بیشتر توی بورس مطرحن نه توی فارکس. حالا چه بورس مثلا نزدک چه بورس ایران فرقی نمیکنه. مثلا الگوی مورنینگ استار یا ونینگ استار بیشتر توی بورس مطرحن. چرا؟ چون یه گپی رو ما اینجا شاهدیم. توی فارکس در واقع اکثر مواقع ما گپ نداره. خب خیلی کم پیش میاد که ما گپی رو شاهد باشیم. به خاطر همین این دو تا الگو رو من یه اشاره خیلی کوچیک میکنم بهشون. ببین مورنینگ استار زمانی که این دوتا کندل بینشون گپ وجود داشته باشه، کندل سوم اومده باشه سودی باشه و اون گپ رو پر کرده باشه. الگوی ایونینگ استار هم باز به همین صورت، کندل اول و کندل دوم بینشون گپی وجود داره، کندل سوم به صورت نزولی اومده اون گپ رو پر کرده. خب ما کندل دیگه هم داریم مثل کندل هارامی. کندل هارامی به این صورته که ما یک کندل اینجوری داریم، کندل بعدی در درون کندل قبلی است. یعنی چی؟ یعنی اینساید. در واقع هارامی فرقی با اینساید نمیکنه. اوکی؟ یعنی مثلا کندل این اگر کندل سودی ماست، کندل بعدی به صورت نزولی یک همچین کندلی، این میشه هارامی. هارامی ها هم در زمانهای نواحی بسیار قدرتمندی به ما میدن که در آینده در مورد صحبت خواهیم کرد، تحت عنوان نواحی که بیس هستند. در بحث پیشرفته صحبت خواهیم کرد، نورمال بیس و هیدن بیس، همین اینا رو صحبت میکنیم. این هم در مورد کندل هارامیه. حالا نزولیش هم باز همینه. مثلا شما یک همچین حالتی رو دارید و یک کندل سعودی در دل کندل قبلی وجود داره، دقیقاً اینساید در کندل قبلیش. اوکی؟ پس دو تا کندل مهممون شدن همون کندل چکش و چکش معکوس و همچنین کندل انگولفینگ ما. اوکی؟ خب یه سری کندل های دیگه هم داریم اینجا که این کندل ها بهشون میگیم کندل های دوجی. کندل های دوجی فارسیش هم باز همون دوجی میشه. اوکی، کاری به اسمشون نداره، اسمشون کلا بذارید کنار. دوجی سنگ قبر و دوجی دراگون فلای و نمیدونم دوجی پادراز و اسمای واقعا عجیب غریبی گذاشتن روشون، اصلا مهم نیست. اوکی، چیزی که اینجا مهمه اینه که هر کدوم از این کندل های دوجی دارن چی رو به ما نشون میدن. ببینید این دوجی که اینجا داریم، اصلا کندل دوجی به چه معنیه؟ کندل دوجی به این معنیه که قیمت اوپن و کلوز تقریبا توی یک قیمت بوده، یعنی بدنه بسیار بسیار بدنه کوچیکی است، بدنه کوچک. این خصوصیت کندل های دوجی است. دقیقا همین چند کندلی که اینجا دارید می‌بینید، هیچ حالت دیگه هم نداره. اوکی؟ خب ببینید دوجی داریم که هیچ شادویی نداره، یعنی دقیقاً توی یک قیمت باز شده، همه معاملات در اون تایم فریمی که ما داریم بررسی می‌کنیم توی همون قیمت انجام شده، تو همون قیمت هم بسته شده. اینو توی بورس ایران خیلی می‌بینید. زمانی که مثلا سهم صف خریده یا صف فروشه و در طی روز صف خرید یا صف فروشش باز نمیشه، این کندل دوجی رو زیاد شما می‌بینید. یه خط صاف بیشتر نیست. اوکی؟ ولی خب توی فارکس خیلی کم پیش میاد کمچین کندلی رو ببینید، مگر مثلا در تایم آسیا حدود ساعت مثلا 2 تا 4 نیمه شب به وقت ایران بتونید همچین کندلای رو ببینید. اونم احتمالش خیلی پایین، حداقل یک شادو بالا پایین میزن. دوجی بعدی که اینجا هست این دوجیه که این دوجی هم باز خودش خیلی مهمه. دوجی دراگون فلای، حالا اسمش هست، میگم اسمشون واقعا مهم نیست، اینکه شما بفهمید فلسفه هر کدومش چیه واقعا کفایت میکنه. دوجی دراگون فلای توی قیمتی باز میشه. خب این قیمت باز شدنشه، اینجا این قیمت باز شدنش به سمت پایین حرکت میکنه، یعنی ابتدا فشار فروش هست. خب یعنی خرسا اینجا فشار وارد میکنن، بعدش گاوها دوباره به سمت بالا فشار وارد میکنن، یعنی خریدارا به سمت بالا فشار وارد میکنن و در همون قیمتی که اوپن داده در همون قیمت هم کلوز میده. این میشه دوجی دراگون فلای. داره چی به ما میگه؟ داره به ما میگه که
قدرت خریدارها از فروشنده ها اینجا بیشتر بود. پس قدرت خریدار از فروشنده اینجا بیشتر بود. اوکی. حالا دقیقاً برعکس این کندل دوجه سنگ قبل هست. ببینید تو این کندل اینجا قیمت باز میشه، اوپن قیمت اینجاست، به سمت بالا حرکت میکنه. چرا؟ چون فشار خریدارا بیشتر بود. بعد در نهایت فشار فروشنده ها زیادتره، به سمت پایین حرکت میکنه، دقیقاً در همون جایی که اوپن داده کلوز میده. اینجا داره چی به اون نشون میده؟ داره به اون نشون میده که درسته خریدارا اول قیمت رو به سمت بالا هول دادن، اما در نهایت اون کسی که برنده بود فروشنده ها بودن، خرس ها بودن که در نهایت برنده شدن و تونستن غالب بشن تو این کندل و نظر خودشون رو اعمال کردن. ببینید چیزی که مهمه اینه که در نهایت شکل کندل به چه صورت در میاد. یعنی شما اگر مثلا در تایم فریم 1 دقیقه دارید بررسی میکنید، الان مثلا ثانیه 45 هست، اوکی، توی ثانیه 45 شما یک همچین کندلی میبینید. شما الان نباید تصمیم بگیرید که چه کار کنید، باید منتظر بمونید که این کندل به طور کامل تشکیل بشه، یعنی 60 ثانیه‌اش پر بشه و بعد تازه تصمیم بگیرید که چیکار کنید. اوکی؟ چون چیزی که مهمه اون نظر نهایی است، اون قدرت نهایی است که آیا خریدار برنده شده یا فروشنده. فشار فروشنده بیشتر بوده یا فشار خریدار. اوکی؟ اصلا این کندل هایی که شادو دارن، مثل همین دوجه سنگ غرب یا دوجه دراگون فلای یا کندل چکش معکوس، اینا کندلایی هم دارن به ما میگن که صبر کنید تا ثانیه آخر که اون کندل بسته بشه و بعد تصمیم بگیرید. اوکی؟ یک دوجه دیگه هم داریم خیلی شبیه به کندل اسپرینگ تاپ که با هم دیگه صحبت کردیم. یک همچین کندلیه، یعنی فاصله اوپن و کلوزش خیلی کمه، اما در حد خطی شدن هم نیست، یعنی فاصله اندکی دارن ولی خب خیلی زیاد نیست و هم شادوی پایین داره هم شادوی بالا داره و این شادو پایین و بالاش تقریبا میتونیم بگیم برابره. ببین میگیم کندل اسپرینگ تاپ یا دوجه فرفرن بهش میگن بعضی جاها، در واقع دوجه نیست ولی خب حالا بهش دوجه فرفره هم میگه، مصطلحه. اوکی؟ این کندل دوجه که اینجا میبینیم خیلی شبیه اینه. این کندل ها معمولا بلا تکلیفی بازار رو میگن، یعنی میگن قیمت اگر اینجا اوپن داده، خودش مثال بزنم، قیمت اگر اینجا اوپن داده، حالا یا اول رفته بالا یا اول اومده پایین، فرقی نمیکنه، خب ولی در نهایت هر اتفاقی که افتاده اون نهایت این بوده که قیمت اوپن و کلوز با هم دیگه برابر شده و شادوی پایین و شادوی بالا هم تقریبا میشه گفت با هم دیگه برابر. زمانی که این اتفاق میفته ما میگیم که بازار در یک جور بلا تکلیفی داره سیر میره. همین کندل دوجی در تایم فریم پایینتر بچا چیه؟ من اینو مثلا فرض کنید این تایم فریم 5 دقیقه است، من میخوام این کندل رو ببرم تو تایم فریم 1 دقیقه بررسی کنم ببینم به چه صورتی است. خب اول فرض کنید که یک همچین چیزی تشکیل شده، کندل اول سعودی، کندل دوم سعودی به سمت بالا حرکت کرده، بعد کندل بعدی اومده یک کندل مثلا انگلف نزولی زده، دوباره یک کندل نزولی کوچیک، خب و بعد مجدد اومده بالا تو همون قیمت اوپن اومده کلوز داده. اوکی؟ این دقیقاً اتفاقی که در تایم فریم پایین افتاده، یا مثلا برعکس این میتونه باشه. پس یا اینه یا این، یکی از این دو حالت احتمالاً هست دیگه. حالت دیگه هم میتونه باشه که خیلی پیچیده‌تر از این اصلا نیاز نیست شما بدونید. پس کندل دوجی فرفره یا حالا بعضی جاها بهش میگن دوجی پادراز، این میتونه در تایم فریم پایین یک پول بک برای ما باشه که همین پول بک موجب ایجاد یک ناحیه قوی برای ما میشه که بعداً در موردش با هم دیگه صحبت خواهیم کرد در بحث پیشرفته و انواع نواحی. در مورد نواحی که کندل های اسپرینگ تاپ با هم برای ما میسازن صحبت قطعا میکنیم و اینو هم یادتون باشه دیگه، وقتی که من میگم اسپرینگ تاپ، خب شما کندل دوجی پادراز رو هم مد نظر قرار بگیرید، خب چون فلسفه تشکیل این دو هر دوشون یکیه، فقط این یکم بدنه داره این بدنه رو نداره، قیمت اوپن کلوزش با هم دیگه برابر بود. و یک نشرال دوجی هم داریم که یه جورایی مثل دوجی پادراز و دوجی فرفره هست، اما خب یک تفاوت‌هایی داره دیگه، مثلا شادوش خیلی کوتاهه، یعنی یک نوسانات خیلی پایینی داشته، مثلا قیمت اینجا اوپن داده یک کوچولو رفته بالا یک کوچولو اومده پایین، یک همچین حالتی تشکیل داده مثل به علاوه. خب این میشه نشرال دوجی یا دوجی طبیعی ما که
اینم باز مثل دوجی که اول کار با هم دیگه بررسی کردیم خیلی کاربردش پایینه، یعنی نهایت همون تایم آسیا شما بتونید اینو ببینید. اوکی. اینم انواع کندل ها بود که با هم دیگه بررسی کردیم. مهماش اون چیزایی که به شما کمک میکنه برای اینکه معاملات بهتری داشته باشید و قیمت رو بهتر درک کنید، این کندل ها بود. حالا مثلا چیزای دیگه هم وجود داره، من بهتون گفتم مثل سه سرباز، سه کلاغ، الگوهای دو کندلی متفاوتی که وجود داره، الگوهای سه کندلی متفاوتی که وجود داره، حتی الگوهای پنج کندلی، اینا همشون وجود دارن، اما خب نیازی نیست که واقعا شما بدونید و در همین حد کفایت میکنه. و خب مطالب دیگه هم هست، یعنی اگر بخوایم کندل شناسی رو به صورت تخصصی بررسی کنیم، مثلا شما باید برید کتاب کندل شناسی استیو نیسون رو بخونید. خب یا مثلا برید کتاب مقدس کندل شناسی رو بخونید، فکر میکنه از مونهیسوما باشه. میتونید این کتابا رو بخونید خودتون شخصا و به دید بهترتون کمک میکنه. این دو تا کتابی که الان بهتون گفتم، کتاب مقدس کندل شناسی و کتاب کندل شناسی از استیو نیسون، که کتابای فوق العاده خوبی هستند. من اگر پی دی افش رو پیدا کنم حتما واسهتون میذارم توی گروه. همین دیگه، مطلب دیگه نیست که من بخوام در مورد کندل ها بگم. همین. موفق باشید. خدا نگهدار.